خوشبخت‌ترین زن کی هست در زندگی؟ خوشبخت‌ترین زن در زندگی زنی هست که شوهرش رو احترام میکند، اهمیت میدهد. همین که اهمیت داد، احترام کرد، خوشبخت‌ترین زن و مادر زندگی میکند تا آخر عمر. خوشبخت‌ترین شوهر چی؟ ولو همه مرد از زنش دو چیز میخواهد و همه زن از شوهرش یک چیز میخواهد. همه مرد همچون شوهر از زنش دو چیز میخواهد، یکی احترام، یکی اهمیت. و همه مرد یا که همه زن همچون همسر زن از شوهرش یک چیز میخواهد، فقط مهر. دوست میدارد که شوهرم بگوید زیبا هستی دوستت میدارم، زیبا هستی دوستت میدارم. وقتی که این باشد، نه جادوگر در کار است نه فولبین، تمام میشه زندگی گلستان خانه جنت.